صبح امروز دهقان اصیل و نامدار و با تجربه ساحه کشاورزی حاجی کمال مدومارов در سن 80 سالگی از عالم درگذشت. در مراسم دفن مرحوم که در زادگاهش دهه سامانیان جماعت دهاتی به نام جلال رحمانوف برگزار گردید، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی، رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و ناحیه شهرینو، همچنین فعالان و ساکنان شهر ترسونزاده و نواحی گرد و اطراف اشتراک نمودند. ضمن مراسم دفن مرحوم وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان عزت‌الله ستاری نامه تسلیت اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به سهم نزدیکان و پیوندان مرحوم حاجی کمال مدومارов و تمام مردم شهر ترسونزاده رسانید. حاجی کمال مدومارov در دامی عمری پربرکت خویش در باغ تاکپروری نام برآورده بود و همگان او را همچون دهقان اصیل و با تجربه میشناختند. مرحوم شخصی انسان دوست و میهن‌پرست بود و برای آبادی دیار خود و عموما جمهوری تاجیکستان بارها سهمگذاری کرده است. در رابطه به این زحمت‌های حاجی کمال مدومارov را به اینابت گرفته، رهبری عالی حکومت کشور او را بارها با مکافات‌های دولتی قدردانی نمودند. حاجی کمال مدومارov نیمه اولی امروز در زادگاهش جماعت دهاتی به نام جلال رحمان شهر ترسونزاده به خاک سپرده شد.